میکنن زندگی هنرمند بودن از نگاه هنر که ما ایرانیان درش باور داریم بسیار یک هنرهای زیبا گفته می شود. خود هنرمند بودن جز هنرهای زیبا هست، مانند تندیس سازی، مانند آوازخوانی، مثلا خطاطی، حکاکی، همین چیزا. منتها مشکل در کجا است که اینا هر کدامشون یک پرونده خود دارن. در گپ رسیدی؟ اینا در یک جایی که می روند 5 6 نفر 10 نفر اینا که جمع می شود، در اونجا هر کار که می شود یا نمی شود، هر کار که بین خودشان می شود یا نمی شود، اینا را فراموش می شود، دیگرها در یادشان می مانه. به مجرد که اینا بیداری هویتی پیدا می شود و می خواهند که خود تاجیک بگویند، یک دو سه امو پرونده هایشان پیش رویشان گذاشته میشه، میگه که صدای تا بلند کنی چنین میکنمت چنان میکنمت. اینی مسائل و مساقای بارش گرامی. من امروز از این مردم کار کرده. من یک آدم بودم که همیشه دوست داشتم که با هر تیف مردم یک بار تجربه خودم حاصل کنم. باور کنین روزهای میشه در پیش یا ما یک استیشن داریم در لندن به نام کینگز کراس، میگن یک ترین استیشن بین المللی است. البته که از اینجا ترینا به سوی بلژیم و هلند و فرانسه هم میروند. یگانه همون ترین استیشن بین المللی است البته در داخل لندن. من اینجا که میرفتم یک روز دیدم یک انگلیس بود، پیالگه که دراز کرد که اونی بر من خیرات بتین پول. من دیدم که امی طریق گپ زدنش و راه رفتنش ایناش خیلی بسیار آدم خوب معلوم میشه. رفتم برازی از کافه برش یک پیاله قهوه داغ گرفتم آوردم برش دادم، تشکری کرد، نشستم پالویش دمی سر سرک دمی لبک سرک نشستم. ما آمدم امروزی همه تو چارزانو زده شیشتیم قصه کردیم. گفتم خب تو چرا در این حالت رسیدی؟ گفت که قصهش از این قرار بود که یه هم در جمع مسائل هنرهای زیبا بوده. انگلیس گفت بودیم و در این مسئله چند نفر دیگه هم آمدن و حرفای داشتیم و گپای داشتیم و بدبختانه در ذهن ما اینا گپای را وارد کردن که بیا بریم اینجا ای را بخوریم، ای را بنوشیم، ای کار بکنیم، او کار بکنیم. و من هم اینا را دوست فکر کرده رفتم. یک وقت خبر شدم که بدبختانه نه تنها که در مواد مخدر آغشته شدیم، بلکه کاملا از زندگی هنری خود و از زن و فرزند خود از همگیش دور شدیم و فعلا هم اینه در روی سرکا زندگی میکنم. واقعا اینمی برنامه را بالای هنرمند، معلم، شاگرد، ملا، هر کسی که از تبار غیر افغان باشه اینا دارن، برنامه خود دارن. شما به امیالم که مسائل سیاسی را شما یک بار بنگرید که حتی میگن از زندان ها میبینن کسانی که کمی حال و احوالشان کمی میشه که به جنگ روانشان کنه، تاجیک ها را میگن میخیزن و میگن اگر میخوایی که دیگر در زندان نیایی ای تفنگ بگیرو برو در سمت پاکستان جنگ کو و در اونجا رای گریز تاجیک ها و هزاره ها هم محال است. به مجرد که برنامه هم چنین ریخته شده اینا را در اول خط جبه بگذار که اینا کلگیشان بمورن بدون از او دشمن هستن، از این که در زندان یک لقمه نان هم بخورن مصرف موشه و روانشان که در خط اول که بمورن. خون بیاز دشمن ما هستن، دیگه تاجیک هست دشمن هست روانشان که. و اینی طور گپا از گرامی که ما اگر حرفای من پراگنده شد مانند ما تاجیک ها بدبختانه چیزی که ما در تاجیکا نمی بینم ندیدیم در این 30 سال مهاجرت خود بدبختانه و تقریبا 10 سال دیگه که 10-15 ساله که در داخل سرزمین بودیم و در کشورهای همجوار بودیم در خراسان. شوربختانه تاجیکا یک کار شروع میکنن، یک سر تر میکنن، او را ناتراشیده میروند سراغ سر دیگه. ما یک کار شروع میکنیم، خوب پیش میرویم یک دفعه در یک جای میایم که یکی زد میکنه، یکی لجاجت میکنه، یکی میگه من از تو که زیادتر میفهمم، یکی میگه که پدرت چی کاره بود، یکی میگه مادرت چی کاره بود. در اینمی مسائل که بین خودیشان اینا میزنن و کلان امو اهداف که 1 سال 2 سال 10 سال بالای از اون مورد کار شده. اما مثلا صندوق کمکی تاجیکان ما خط دارم از پدرم که در سال 1999 خب ما تازه به اروپا آمده بودیم، ما در مورد صندوق
کمک برای کمکی فرهنگی و اینا برای تاجیکان در آلمان در هامبورگ یادم است با پدرم رفتیم. تقریبا 20-30 نفر از امی تاجیکایی که از هرات گرفته به در قنطا اینمی کوچکترین قریه تاجیکان بود که در بین افاقنه بودن و اینا آمدن و اینمی مسئله شد و بالای از پدرم کار کردیم و ایره به انگلیسی ترجمه کردیم و ایره به آلمانی ترجمه کردیم و حتی کارش پیش رفته بود که راجستر شوه دم داخل آلمان راجستر شوه و بدبختانه دونمونجا بین 2-3 نفر اینمی مسائل که تو تاجیک شرق هستی، تو تاجیک غرب هستی، تو تاجیک شمال هستی، تو تاجیک جنوب هستی و یا مسائل ازی که تو چنین هستی و ما چنان هستم و تو در اینجا چنین گفتی و ما چنان گفتم. امو بسته امو برنامه که 4-5 سال بالای از او کار شده بود پیش از اینکه پدرم فوت کنه. بدبختانه یکی از امو کلانترین ضربه هایی که پدرم خورد که بدبختانه بعدش دیگر زندگی یاری نکرد با ایشان، روانشان همیشه شاد و جاودان باد یادشان جاودان باد. بدبختانه نتونستیم که را جور کنیم. یعنی از سال 1999 که ما در اروپا آمده بودیم پشت تاجیک گفته زبان ما موی میکشید، میشیستیم گپ میزدیم روزها ماها هفته ها. این تو چیزها وجود نداشت. یگانه چیزی که وجود داشت مسئله تلفن بود. تلفن هم خیلی گران بود و وقت منتها من ندیدم. من نمیفهم که تاجیکا با برنامه های گوناگون با جبهات گوناگون با کانون ها و انجمن های گوناگون من نمیفهم کجا میخوان برسن. آرش جان گرامی خودت چی فکر میکنی؟ آیا این انجمن فرهنگی پارسیان تاجیک که ما شما رو داریم سرش کار میکنیم به جای میرسه یا نمیرسه؟ بله به جای میرسه، به شرط ازی که دیگه ناامید نشیم، چون که بر علیه ما بسیار کارها صورت گرفته و بسیار فرهنگسازی در دراز مدت افغان‌ها انجام دادن. ما باید ناامید نشیم، این کار فرهنگسازی خود پیش ببریم. اول از خود شروع کنیم، دوم از داخل خانه و فامیل، بعد دیگه در جامعه خود ما. آقای استاد حامد کامل آمدن، ما بیشتر سر این موضوع صحبت میکنن، خسته کن نشه برایشان، ایشان صحبت کنن، باز ادامه میدیم با شما. صحبتایتان خیلی یعنی شنیدنی است.